صحبتی داریم با میرزا سفرов معاون سرداری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای جمهوری تاجیکستان. خب جناب میرزا سفرов، سوال نخستین ما این است که در صحبت‌هایی که روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند و در راه جاده ها اکثر رانندگان از فعالیت ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی انتقاد میکنند. در اکثر موارد میگویند که اونها دغل گفتاری میکنند و گاه جریمه های بی اساس. این گونه مراجعت ها به خود بازرسی دولتی اتومبیلی هم میرسند و شما آیا چنین مراجعت ها رو پژوهش میکنید تا کجا اینها واقعیت دارد؟ ضمن نظارت همروزه از بالای حرکت در راه از طرف ناظرانی را تعداد زیادی ویرانکنی‌های رانندگان، پیاده‌گردان و دیگر تعداد اشتراکچیان حرکت در راه همروزه آشکار می‌شوند و البته آنها در اساس قانون‌های عمل کننده چاره‌جویی کرده می‌شوند. برخی نسبتشان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده می‌شوند نسبت بعضی اشتراکچیان حرکت در راه با استفاده از برگک‌های جریمه‌ای در جای قاعده ویرانکنی جزای مأموری جریمه تطبیق کرده می شود و اکثریت رانندگان از این چاره‌جویی نسبت آنها ناراضگی بیان می کنند. در این مورد من گفتنی هستم که بعضی رانندگانی که معرفت حقوقی آنها در ساعت ضروری جای ندارد، اکثریت آنها عرض شکایت می کنند، چون که اگر که راننده طلبات قاعده حرکت را درست داند و درک کند و آن را به چنین شرایطی رعایت کند، فکر میکنیم که از طرف کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی چنین رانندگان در کوچه و راه‌ها در مورد منع‌کنی و چاره‌جویی و چیزی که شما گفتید باعث اعتراض آنها نمی‌گردد. یعنی تا گوش شما هم میرسد چنین شکایت رو از بالای ناظران؟ البته چیزی که شما خبر دارید با سپارشی بیوسته وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محترم رئیس‌الجمهور رمضان هم را در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تلفنی باوری عمل میکند. مراجعت ها میبیاید. ما مسئولینی که در این ساحه کار و فعالیت میکنند با دعوتی مراجعت کنندگان با سنجش حالت های هر یک حالتی کار خلاصه ها پیشنهاد میکنند. یعنی چقدر شکایت ها میرسند و ضمن تفتیش چقدر اینها چی تعداد چون واقعیت پیدا میکنند؟ باور کنید تعداد زیادی اشتراکچیان به هر واسطه به هر وسیله با پیشبرد فعالیت میلیسیا با پیشبرد فعالیت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در نظارت از بالای حرکت در رو مانعی ایجاد میکنند یا تلفن با تلفنی موبیلی زنگ زده به شناسا و نفرانی ضروریشان زنگ میزنند تا که تاثیر رسانی کند. درست تاکید کردید همون حالتی که مثلا ما با ناظران هم صحبت داشتیم، گفتن که اکثر رانندگان وقتی با قانونشکنی بازداشت میشوند زود تلفن موبیلی به نفری که اکثرشون افراد منصبدار هستند بیشتر در وزارت‌های قدرتی کار میکنن تلفن میتن. این ناظران از ترس باشد یا از چیزی اکثرا نمیتونن که با اونها یک معامله قانونی کنن. شما در این مورد مثلا بود نفری که واقعا فرزند یک منصبدار بود یا نزدیک یک منصبدار جریمه شده باشد و حتی اون با اصطلاح بگیریم تقای منصبدار شنی هشدار گرفته شده باشد که دیگر از قانونشکنی مثلا دادرش یا جیانش پشتیبانی نکنه. کارمندان رو هشدار میدیم که در این مورد نسبت اشتراکچیان حرکت رانندگان خوشمعامله باشند، گرچه که نسبت آنها حالت‌های دغلی هم صادر می‌شود و اکثر حالت در بسیار حالت‌ها اکثریت حالت‌ها گفتم ممکن است ناظران تلفنی موبیلی نفر را نمی‌گیرند. بعضی حالت‌هایی هم می‌شود که نسبت ناظران گپ‌های قبیح گپ می‌زنند که تلفنی موبیلی ما رو نگرفتی فلان یک راهبر. درست است این مسئله گفتین واقعا جای دارد و ما هم از زبان ناظران از زبان رانندگان این حرفا رو میشنویم، اما برخی از رانندگان از آن شکوه میکنن که در راه‌ها گویا به مورد بازداشت و کارمندان ناظران بدهی از آنها مبلغ طلب میکنند. در همین مورد خود بازرسی دولتی اتومبیلی یگان چاره‌جویی میکند یا نه چی چاره‌جویی کرده است تا امروز؟ در مورد پیشگیری ویرانکاری‌های کارمندان امیر را قید کردنی هستم که از اول سال جاری تا امروز از طرف مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی
дар кӯчаву роҳҳо аз болои фаъолияти нозирон зиёда аз 280 санҷишҳои ошкоро доир намудем. дар баробари ин 22 маротиба санҷишҳои пинҳонӣ гузаронида барои пешгирии амалҳои ғайриқонунӣ мо 12 маротиба санҷишҳои махсус гузарондем ва нисбати 7 нафар кормандоне ки ба қонуншиканӣ роҳ доданд, нисбати онҳо мо маводҳо тарк дода бо фармонҳои вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати чунин кормандон то озод кардан аз мақомоти корҳои дохилӣ ҷазои интизомӣ татбиқ намудаастем. хуб, бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо Мирзо Сафаров, муовини сардори раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. Барои суҳбат якҷаҳон ташаккур. Хеле миннатдорем ки вақт пайдо кардед ва با ما صحبت کردید. تشکر. برای شما